حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان در مسکو از تصمیمش درباره تأسیس حزب مهاجران خبر داد. او میگوید هدف فعال نمودن شرکت مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. با عقیده این سیاستمدار نوگام جمعیت میلیون نفره مهاجران مهنتی به طور باید و شاید در حیات سیاسی تاجیکستان ذکر نمی شوند. آنها می خواهند وضعیت را تغییر بدهند. یکی از هدف‌های اشتراک در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان است. شما می‌بینید که 30 سال می‌گذرد جامعه به طور کامل در روندهای سیاسی در انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی اشتراک نمی‌کند. دخالت جامعه شهروندی به این روندها تماماً وجود ندارد. از این رو با تأسیس این حزب ما می‌خواهیم وضع ترس را بشکنیم تا اینکه آدمان مسئولیت شهروندی خود را احساس کنند. عزت امان و همپیمانان او حالا نیت دارند برای متحد نمودن نیروهای سیاسی که در مهاجرت قرار دارند برنامه تهیه نمایند. نقشه دارند در آینده نزدیک ثبت رسمی حزب نو در وزارت عدلیه تاجیکستان و تأسیس بخش‌های سیاسی در داخل کشور و خارج از آن را بر راه مانند. نیروی پیشبرنده حزب آینده را رهبری آن در مهاجران مهنتی و سیاستمداران بیرون از تاجیکستان می‌بیند. مهاجرانی که نه تنها در روسیه کار میکنند بلکه از تمام جهان. شماره زیادی مهاجران مهنتی یا مهاجرانی که حالا در اروپا و امریکا و دیگر قسمت‌های جهان کار و زندگی میکنند میخواهند در این روندها اشتراک کنند. البته پیش از تأسیس یک حزب سیاسی ما با هموطنان خود تماس گرفتیم و با آنها صحبت کردیم. تصمیم تأسیس اتحاد سیاسی بیرون از تاجیکستان در تاریخ این کشور بار اول نیست. پیشتر از این تاجیکانی که فعالیت سیاسی نشان داده بودند به جوابگری جنایتی کشیده شدند. مثال روشن این سابق وزیر زید سعیدов و صاحبکار ابراهیم مقصودov است. ضمناً ابراهیم مقصودov شهروندی روسیه را داشت اما با این وجود به تاجیکستان استرداد شد. سال 2015 او را به 13 سال زندان محکوم کردند. فعالان سازمان مساعدت شهروندی کوشش کردند ابراهیموف را از تعقیب مقامات تاجیکستان حمایت کنند. حامیان حقوق حتی به دادگاه اروپا عاید به حقوق بشر شکایت بردند. اما با این هم مقامات مخالف حکومت را به طور پنهانی به کشور برده و زندانی نمودند. بله، این گونه تعقیب ها زیادند. متاسفانه قضیه ابراهیم مقصودov یگانه نیست. در قلمرو ما حالت های زیاد شده است که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را ربودند. فعلا حزب ثبت نام نشده تغییرات، اصلاحات، ترقیات در آغاز راه است. آیا آنها زیر فشار قرار می گیرند و یا با حکومت کنونی زبان می یابند؟ بها دادن بر وقت است.